سلام دوستان، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدم با یه ویدیوی جدید. یه درس رایانه کار مقدماتی داریم از اونجایی که رشته من تصویر سازیه. امروز یه پوستر درست کردیم، 2 تا پوستر. بعد قراره بهتون نشون بدم، ببینین نظراتتون رو بگین چطوره، خوبه، بده، چطوریه. اولین انگار پوستری که درست کردیم یا همون کارت تولد اینه. به نظرتون چطور شده؟ من خودم خیلی دوستش داشتم. اینو با ورد درست کردیم. ورد میدونی محیطش یه محیط خشک و اینطوریه. با ورد اینو درست کردیم. حالا چیز بعدی رو بهتون نشون بدیم. چیز بعدی که همینجوری نوشتم انا لله و انا راجعون. اینو باید درستش کنم. اینو اشتباه نوشتم. اینو فقط همین تمرینی انجام دادیم. به نظرتون چطور شده؟ من که خیلی خودم دوست داشتم. این اعلامیه یه فوتو چطوره؟